دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای سیاکل. امروز سه‌شنبه 27 آذر ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. به درخواست عزیزان ولاگی از رانندگی و قدم زدن در شهر زیبای سیاکل تهیه کردیم. در این ولاگ ابتدا ما رانندگی در خیابان‌های اصلی شهر خواهیم پرداخت و بعد به قدم زدن در مرکز شهر و همچنین پارک پاشوران که استخر زیبایی هم در اون هست انجام خواهیم داد. قبلا ولاگ‌هایی از گردش در پنجشنبه بازار سیاکل، رانندگی در جاده سیاکل به دیلمان، آبشار لونک، کاروانسرای تیتی، بازارچه لاریخانی و گردش در اسپیلی دیلمان رو در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست شهر سیاکل کانال ما موجوده. لینک پلیلیست مربوط به سیاکل رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. سیاکل مرکز شهرستان سیاکله که در همسایگی شهرهای لاهیجان، سنگر، رودبار و رودسر قرار داره. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 42 کیلومتره. جاده سیاکل به سنگر مسیر دسترسی راحت جاده تهران به شرق گیلانه. سیاکل به معنی آبادی در کنار کوه با شیب تنده. مردم این شهر عمدتاً کشاورز و دامپرورن و محصولات محلی خودشون رو در دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار این شهر به فروش میرسونن. جاده زیبای دیلمان هم باعث معروفیت خاص این شهر شده و سالانه گردشگران زیادی برای دیدن این جاده سرسبز و زیبا به این منطقه سفر میکنند. پلاک ماشین در این شهر 76B. شهر سیاکل از دو مسیر به لاهیجان، به شهر رودبار و همچنین به اشکورات رودسر متصل میشه. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و شهرهاش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی در فضای روستایی رو برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو براتون در قسمت توضیحات قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
بنوكر 45 فاكر بقى هنا